بیش از 4000 نفر ساکنان ناحیه باباجان غفوروف به بیماری سرایتی کووید 19 گرفتار شدند که از این شماره 76 نفرشان از بیماری التهاب شش و تنها یک نفر با تشخیص کرونا ویروس فوت دیدند. در این باره اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه باباجان غفوروف ظفربک دولتزاده ضمن نشستی خبری به روزنامه‌نگاران اطلاع داد. بنا به گفته مسئولین ساحه تندرستی ناحیه، از 76 نفر فوتی که دوامی سال گذشته 2020 به قید گرفته شد از حساب بیماری التهاب شش و آریزه های آن به مانند بیماری قند و دل می باشد. گفته می شود که بیماری سرایتی کووید 19 را ساکنان ناحیه باباجان غفوروف خیلی وزنین پس سر کردند. التهاب شش این بیماری همین سال التهاب شوشی که هست این واسپلیتین خاراکتر میگه، یعنی که بیماری که باکتریالی هست، بیماری التهاب شش ویروسی دارد. التهاب شوشی که امسال بودن این ویروسی بود. کووید خودش این بالویدگی بودن کووید با التهاب شش با قید گرفته شده بود. این هر دوشان ویروسی کووید کتی سارس میگه این نمودش هست. خیلی مدیکوب مولتر و بسیارتر فهمتر. مسئولین ساحه تندرستی ناحیه تاکید کردند که سال گذشته 2020 برای کارمندان ساحه طب سالی وزنین و تاثیرگذار بود، زیرا در این دوره بجز از بیماری کووید 19 اینچنین دو حالت فوت مادر هنگام تولد به قید گرفته شد. راهبر شبکه کمک اولی طبی سنتری ناحیه باباجان غفوروف ملیکه قاسمووا میگوید سبب فوت مادران پورا تحلیل کرده شده، معلوم گردید که این مادران بیماری داشتند. این هم پورا تحلیلش این در ساحه تندرستی هم وزارت تندرستی هم رئیس تندرستی هم سرپرست ناحیه گذرانده شده است. این دو زنی که فوتیدن اینها با میگم در تحلیل ها همش نشانده شده است بیماری داشته زنها بودن. نارساگی متخصصان ساحه تندرستی در ناحیه باباجان غفوروف مسئله دیگری نشستی خبری بود. خبرنگاران آیدی این مسئله به رئیس ناحیه سوال داده کی برطرف شدن این مشکلی ساحه تندرستی را پرسان شدند. بنا به معلومات مسئولین در ناحیه 115 نفر نارسایی طبیبان به نظر می رسد. بیمارخانه و مرکزهای سلامتی ناحیه بیشتر به طبیبان طبی اولیوی، دکتر جراحی عصب، نارکولوگ، فیزیوتراپیست، طبیبان سرایت شناس، آسیب شناس، بیماری های درونی، روانپزشک، دکتر کودکانه و متخصصان اولتراسادا و رنتگنولوگ احتیاج دارد. این زمان حدود ناحیه 26 نفر کورس اینترنت را گذاشته است که ماهی ایون به اتمام میرسد به کار شروع میکنند و شهروندان ناحیه هم در حدود تاجیکستان بیرون از آن زیاد از 6 نفر دانشگاه طبی تحصیل کرده استودیان و این سالهای نزدیک به این مسئله حل میشه. رئیس ناحیه باباجان غفوروف ظفربک دولتزاده اینچنین از فعالیت کارخانه‌های صنعتی ناحیه سخن کرد و تاکید نمود که در سال گذشته 2020 14 کارخانه صنعتی پورا فعالیت خود را قطع کرده، 64 کارخانه دیگر باشد حجم استحصال خود را نظر به سال 2019 کم نمودند، ولی نوابسته به این کارخانه‌های صنعتی ناحیه حجم استحصال خود را در سال 2020 184 از 10% اجرا کردند. لیکن دیگر کارخانه‌ها که مشکلی که در سوال پیشتر گفتیم کارشون زیاد کردن 184 از 7% نقشه صنعتی ناحیه باباجان غفوروف اجرا شد. تنقیص ساکنان از آب نوشاکی، جنایتکاری نابالغان، سطح جداشوی عائله‌ها و مسئله مهاجران مهنتی از موضوعهای مهمی نشستی خبری بود. عاید این موضوعها در گزارش منبعد نشر برنامه اطلاعاتی خبر خواهیم داد. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.